میخوام یک سوال ازت بپرسم. تا حالا شده همه چی خوب و روتین پیش بره، یهو یه چیزی وسط کار بزنه و همه چی به هم بریزه؟ مثلا یهو اینترنت قطع شه، یکی از اعضای تیم استعفا بده، مشتری کلیدی و اصلی ناراضی باشه، یا یه خبر بد و یه اتفاق غیر منتظره بیاد و همه رو به هم بریزه. اگه آره، تبریک میگم، تو یک بحران رو تجربه کردی. بحران چیه؟ بحران یعنی یک شرایط غیر منتظره، شدید و گیج کننده، جوری که اگه حواست نباشه ممکنه همه چی از کنترل خارج شه. فرقش با یه مشکل ساده اینه که بحران زمان نمیده، فشار روانی میاره و یه تصمیم اشتباه میتونه خیلی گرون تموم بشه. مثال بیارم، اوایل کرونا رو یادته؟ یکی از بزرگترین بحران‌های جهانی بود. همه شرکت‌ها،